آقایون از این به بعد چنجه رو اینجوری متفاوت درست کنید و کلی پوزش رو بدید. بعد یه تیکه گوشت فیله یا راسته گوساله رو برای کبابتون انتخاب کنید. من این گوشتا رو با چاقوی پیرگه برش زدم که انقدر چاقوی خفن و تیزیه، وجودش تو هر خونه‌ای لازمه. حالا آیدیشو تو کپشن براتون می‌نویسم. اول باید با یه چیزی گوشتا رو حسابی بکوبید تا نرم بشه. بعد باید نواری باریک برش بزنید. دنبه ها رو هم مثل گوشتتون نواری آروم برش بزنید. حالا آخر ویدیو بهتون میگم چرا. حالا باید گوشت رو با ادویه هایی که توی کپشن براتون مینویسم مزه دار کنید. نکتهش اینجاست که قشنگ گوش کنید. باید یه تیکه دنبه بردارید بذارید کنار گوشتتون، این شکلی که میبینید. خیلی با دقت رولش کنید تا شبیه حلزون بشه. این چنجر رولی رو این مدلی که من سیخ کشیدم به سیخ بکش. سر و ته گوشتا رو با یه پیاز محکم کنید که خود اون پیاز هم کبابی میشه که اصلا نگم براتون، یه طعم فوق‌العاده‌ای میگیره. حالا سر و ته گوشتا هم دوباره با پیاز محکم کنید. اینجوری دیگه خیارتون راحتی که اصلا باز نمیشه. حالا بذارید روی زغالی که یه لای خاکستر روش نشسته. حواستون باشه ارتفاعش زیاد باشه که روغن دنبه روی زغالتون نریزه. نمیتونم بگم که چقدر خوشمزه شده بود. یعنی از چنجه هایی که تا الان میخوردم متفاوت ترین و خوشمزه ترینش همین بود. حتما امتحان کن و این پست رو بفرست برای اونایی که همیشه چنجه رو همونجوری معمولی دارن درست میکنن.